در حالی که طرح اخراج سراسری افغان‌ها از ایران اجرا میشه، کل دبی زیر دست این مرد افغان میچرخه. باورش سخته، اما خیلی از این برج‌هایی که میبینید توسط میرویس عزیزی، یعنی ثروتمندترین مرد افغانستان، ساخته شده. قراره که دومین برج بلند دنیا هم به زودی توسط ایشون ساخته بشه. این برج 1 میلیارد دلاری 130 طبقه داره. توش قراره یک هتل 7 ستاره باشه، یه مرکز خرید 7 طبقه و چندین واحد سوپر لوکس. میرویس عزیزی علاوه بر ساخت و ساز هم بانک داره و هم یه شرکت نفتی به نام هوتک. ثروتش هم گفتن بیشتر از 1.5 میلیارد دلار و چندین بار به عنوان صدر رهبر برتر در خاورمیانه معرفی شده. الانم که برای ساخت این پروژه عظیم از همیشه خودش رو معروف تر کرده.